خواهر گلم پیش جادوگر که میری بسیاری زناست میگه شویم کتمه خیر است. شو کت کس خیر نیست. یک زنکه بود بسیار جنگره، یک استاد داشت گفت یک زنکه جنگری بد اخلاق بود. گفت محمد پیش مولوی سه. مولوی سه سلام علیکم، خوب هستی جان؟ جور است؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ در آمدم حضرت. چی گفت پسم شد؟ ولی همیشه میگه من خوب اخلاق نمیکنم، بد اخلاق است. چطور است؟ چرا است؟ گفت من یک تعویض بده. میگه من حیرانم. گفت اوه تو خودت یکی تیز گپ میزنی که ما کتما که یک مولوی در داخل مسجد خدا هم در خانه چه قسم تو گپ میزنی؟ میگه من برش فهمید که فهمید استاد فهمید گفت یک دونه کاغذ گرفت قات کرد هیچ چیزام نشان نکرد. گفت فهمیدم شیراز جان بگیرید تعویض. گفت چی کنم؟ گفت بگی فقط همین شوهر که می دروازه خانه رو تق تق کرد زیرک دن رو نمیگی. یعنی تعویض داد. خوب است. گفت صاحب شوهرش آمد دروازه رو تق 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 السلام علیکم و علیکم السلام. گفتید که آمد کجا خود زن شوی دیگه چون 20 جنگ کردن و دعوا کردن شوی دیگه که از بیرون آمد کجا هستی او زنه که خانه خراب کجا هستی؟ دیگه این مردکه ای همیشه از دعوا میدنش بس این ماستم برگم شو یک پله چای خوب افسوس که دادان می چیز ساگنی باز من کارت میکنم. خب یک هفته از تعویض پوره شد. بعد ازی گفت برش میگه که تیز بیر چه خاک دست سر تو جنگره شیشک. خب بالاخره سبی دیگه تو میگه این مرد که سبی قم میکنه پس هان که سهل میکنه کی زنه که سبی امروز تیر شد بس ابا که باز روزر تخت تخت میکنه که باز میبام سیستم باز که سهل میکنه کی زنه که قرارم تو اومدم هم تو چپ شیشته هر قدر حال مقال میکنه و دام میزنه هیچ عکس العمل نشون نمیده. بالاخره مرد میگه حالا من چقدر انسان بد اخلاق هستم، چقدر زشت هستم. دیروزم چقدر یک گپای زشت گفتم یک گپ بد نگفت و امروز هم گفتم هیچ چیز نگفت. قرار دادم پتو گرفته سونم سیل داره چایم آورد نانم آورد. آخر برشان گفت که مادر غلام باودین جان گفت جان گفت که تو بخی کجا تو بیا که من تو رو برم تا این بازار مریم چی میکنی؟ برات تکه بخرم، برات کالا بخرم، برات سامان آرایش بدم. خواست صاحب را برای زنکه چیز آورد از این تکه خوش کرد و از این تکه خوش کرد و تکه چادر خوش کرد و صاحب از یار صاحب 5-6 هزار روپیه برای صاحب تکه و ترا بردش صاحب برش بود خرید و سامان آرایش و عطر همه چیز کل چیزا رو زیبا خرید. آخری زنکه پس قامت خانه خود آمد مولوی صاحب خدا خیرت بده تو خوب تعویض داده بودی. و مولوی برش گفت که همشیره جان نه تعویض بود نه هیچ امی اول کامدی من فهمیدم که خدا کت بد اخلاق هستی جنگر هستی از گپ زدنت معلوم شد خفه نشی طرفه که تو دیوال باشه بسیار شیشک هستی اگه بگیم خفه میشی جنگره هستی شوهرت که تو قال مقال که میکنه از اخلاق بدت بوده اینی یک در زیر دندانت مانده اون مردکه جور شد. اگه تو زبان بازی نکنی کدام شوهر خوش است که مانده و زلمه در بین خانه خود و باز که تو جنگ کنه که چیز کنه اون خاروسی کرده و خاطر ازی کردمی زن من زندگی خودت تیر کنم اولادایم باشه یک پیاله چای بانه این قسمت پس گپ و خرابی سر خودت است. به هر صورت اکثرا زنا و بیچاره‌ای که پیش از این جادوگران میرن خودشان مشکل دارن احیانا مثلا نفقه شوهر خود در نظر نمیگیره نمیفهمه که شوهر ما چقدر معاش داره چقدر عایدات داره از پیش از این چیزا میخره که حضورش نمیشه. بالاخره دید که بگپ نمیشه قناعت نمیشه مجبور دید که حالا به دلیل نمیشه. اینا وقتی که به دلیل نمیشه دیگه حالا مجبور است چی کنه؟ مجبور است از خشونت کار بگیره. اینا که صاحب از خشونت کار گیره باز میگه که تو خشونت نه غیر از اگر معقولانه برش بفهمونه که خانم عزیز من 5000 روپیه دارم تو یک پیران میری برای من تقاضا داری 5000 پیران پیش حال ما پیران 5000 بخرم چی بخوریم احیانا آدم اطفال قناعت داده میتونه. والله بسیاری مردا خو برای ما میگه من اشتو که خدا من بچه‌ای که من انس یک وقت از پیش من بایسیکل میخواست فدر برای من بایسیکل بخرم. من برای گفتم من از جان من این بایسیکل گفتم خیلی بیا بریم اینو بردم مک در بازار گفتم من این قدر آرد خریدم این قدر روغن خریدم چطور است؟ گفت ما آینده بر من گفتم خیلی 3 سال تو خودی که من تقریبا 1000 چند روپیه آرد خریدم چند روپیه روغن خریدم خریدم میکنم در ماه دیگه روغن آرد نمیخریم این پیسه از میاد روغن رو بر تو بایسیکل میخریم خودم آخر سمزو در خانه گوش نمیشیم صدقه سر تو هم تو چیز کو بگرد اما که اشتک فهمید گفت چیز کو نمیخریم نخر برام خیر است به خاطر از اینکه مصرف خانه هم مهم است. این حال بسیاری اوقات بسیاری از مردم میگه که ما متاسفانه کت زن خود
هر قدر که قناعتش میتیم قناعت نمیکنه، ایش نمیفهمه که چند روپیه جیب ماست چند است. بالاخره اینی جنجال در خانه پیدا میشه، باز یک خارخوندهش میگه وی بخیالم تو را کس جادو کرده، بیا بریم پیش فلان. اونجا که رفت بازو صاحب جادوگر سر از 16 قسم برنامه جور میکنن و باز من براتون نشان میدم که در یک فیلم نشان داده که یک زنکه رفته پیش جادوگر و برش یک بوتل چیز آب معدنی را او پر کرده، او زرد رنگک بازی را که نفرا گیر کردن، اینا گفته که یک پیاله صبح بخور یک پیاله شب بخور. بازی زن کزی خورده یک پیاله صبح یک پیاله شب که شوید که اخلاقش خوب شود. او رکسای گفت بوتل هم آواز کردن که باول خود از این جادوگر است، او باول کرده باز برای داده گفته بگی بخور.